یه حال کسا نیمشین شما واجه شی تعجب کد میشی واجه انچو که در همه لحظه اقبال شاه و شارق شاه و ملک شاپور آصف وزیر شمس وزیر گمرات جنی داخل اتاقا دیتن ته آن لیلی و مجنون دیتن که دست در آغوش یک کادگر بیهوش انگار هر دویشون مرتل لیلی و مجنون که عشق افروختن عشق بازی زین دو تن آموختن تعجب کت ملک اقبال شاه پیش رفت سر امیر ارسلانی به دامنا گرفت بوی خوش گوشی به مشام و پونزه رسید نگاهی داشت بوی خوش به مشام و پونزه چند کف گلاب به صورت امیر ارسلان جت و یک کمو که بازو مشتم مالش کتن تا بعد 3 ساعت امیر ارسلان چم پچ کو تا جاگه پرت سرتت و سر ملکی به زانو و گفت گلابی به دیما جت و صورتی وشی چوکت و بازوی کم که مالش کتن کم کم ملکه وشی وتی چم پچ کتن کم کم ملکه چم پچ کتن سری وتی به دامان امیر ارسلان دید آه کشتی دوباره وش هوش رفت امیر ارسلان پدا به 100,000 رنج و مشقت دوباره به هوش آوردی ملکه چه جاگه پادت نشت امیر ارسلان دید انگار ملکه عوض کده صورتی چو به در رفته حلالی بیته و کامتی چه بار گم و خم بیته و رنگ ارگوانی آیه وشی به زعفرانی ترته گل آرزش وشی آب نمانده وشی بالاخره سنبل زلف تاب آیه رفتگم بدن آیه چو نه شکر پیما لاغر بیته لیکن چم ملک اقبال شاه و دیگران با وجود ضعف و لاغری چو حسن و زیبایی یا ملک آپاک چپ بیته و آفتاب سنمی دیده که تا 9 آسمان و سایی به زمین دور داده چه کره وشی عرض شبیه آیه نیست و سلیکه امیر ارسلان بازشی مورد تحسین کد خلاصه همه که ملکه چمپچ کو امیر ارسلان دید ناگهان وشی انار بغزی وشی ترکت دلی ترکت وشی انار ترکت کسرات عشق چو باران هور پیما بهار پیما چه سفر رخساره چی لگتن پر رچگاه لگتن پر گوارگاه امیر ارسلان که دی ملکه به ای ضعف و ای کامتا دیتی به اختیار گریتی بعد 3 ساعت شمس وزیر آصف وزیر و دیگران با امیر ارسلان گوشت ای امیر ارسلان بدون جهت پرچیه گریوه تا که هنی باید خوشحال ببه شکر بکنه که الحمدلله بعد چه تمام زحمت و جمال و تیاره دیده زحمتانه که به هدر نرفتن و برز که آیه تسلی بده آرامشی کنه تا وقت هم من گریوه به اندازه گوشته که امیر ارسلان دیگه گوشی نگریه تو ملکه در براکشت و دستمالی گفت دسته داد اشکانی گوشی پاک کتن تو دیم چوکه تو گوشتی تی بلا پا منی جانا پرچی تو گریوه
بط اقبال اوشی پولا زرا مات و کمر وزیر کشتون ترس انگباران ترس پازر پروشتون تا جان تی درگاه داتون تا به حمدلله به سلامت تر نجاتون دا. شکر خدا که مدد بخت کارساز کامی که میخواستم ز خدا شد میسرم. شکر خدا که از مدد بخت کارساز کامی که میخواستم ز خدا شد میسرم. 3 سال تمام خواب راحت نکردم. حال روچ شادی و روچ عیشی چه جاگه و جاگه چه گوشی مگری اگرچه در خدمت تیگه روسیان و تمام این رنجان و مشقتان چه دست من تو کشتگان و این تمام بلاها من پتی سر آوردگان، لیکن باز هم شکر کنم خدای که اندازه کوششم که زحمتم کشه که تقصیران تیگان جبران بکنم. هنو تی نوکرم حاضرم کشه منو بکش می کشیوشی مرا بکش می بخشی ببخش. تی نوکرم هنی حاضرم منو کشه بکش بخشه ببخش. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمم فکر آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی. قربانت ببون مگری یا گویی زحما سرا منی ببر. ملکه دستمال چه پیش چما زرد دست امیر ارسلان چکت و گوشتی تصدق دی قربان ببون من در قیامت چیر بار منت تو چه کنیزان تی هستم آچه به ما اتکا و هر ستمی که من کشته چه قضایان آسمانی و سرنوشت منی بیته. با قضا کار زار نتوان کرد گله از روزگار نتوان کرد. گو تمام ای بازم شکر کنم به حمدلله تعالی بچه ها تمام آزار و مشکت چند منفتی جمال روشن بید یک رنده دیگه ترا به سلامت دیدتم. بچه ها شمس وزیر دیما رفت به پاد ملکه کپت فاروق لکه درست چارت شمس وزیر دید گوشتی وزیر تو کجا بیتگه ادامه چه کنگه که کدی چه زندانا نجات حاصل کو. بچه من به سر پت بیچاره من چه شمس وزیر تمام ماجرا از اول تا آخر بیان کو قصه ای کو. بازم ملکه گریان بید. امیر ارسلان بچه شکرگزاری شرابی لوٹه چند جام شرابی نوشت و بعد ملکه و سمجینتی و چو سر تمامانی چه باده ناب که گرم بید گزای لوٹه سپره دور داتو سپره ایر کو پچه کو انواع طعاما و نوشگی چیزان حاضر کو تا امیر ارسلان و دستا و تیگا لقمه به دپ ملکه داد. دان سیر بید بچه ورگا ناهار و نوشگا آب میوانی و شربتانی و انگورانی ورگا قهوه و کشگا کلیانن و امیر ارسلان به شمس وزیر گشت پادا محمل زرنگاری حاضر کن ملکه پیش چما به شهرها ببر به دست مامونیر و منظر بانو و حرم بسپاری ما چه پشت سر شما کنیم. ملک شاپور هم
شخص دیم داد تا با وزیر و امیران خبر بده آنچه که چه برای تجمل و استقبال لازم بیتن فراهم بکنن. مرکبان سر تک با لگام و زین طلایین حاضر کتن. زن و مرد چک و چوریگ مزن و کسان شهر پازار با استقبال در نات کمپشانی خوش آمدگویی شمس وزیر ملکه آپاک جا محمل مرسه بالاخره ایریکو زیتر وارد شهری کد و در حرامخانه رفت. با ماه منیر و منظر بانوی خبر داد که امیر ارسلان فرخ لکا چه بنده نجات داده هنو کهتے. ماه منیر و منظر بانو وجه خوشنود بیتن با استقبال تد که ملکه آپاک چه ودیجه زرنگاری وشی پیاده بیت. گاڑی زرنگاری نه که وقتی من اسپان دنبای بنده نه است گاڑی وشن وجه پیاده بی به امارت حرم رفت. منظر بانو ما منیر با پادا کپتن تو شکر خدای بجارد همه که چم آهانی چه جمال ما مثال ملکه آپاک ناظرین ما صورتین که دید چه بدو خلقت و وشی هنو دا آزمانگا ماتا با روزگار شبیه و ثانی وشی ایشی برسه وجود نیارتگا شور صد سلسله دل توریش ترار همه پیما وشی بالاخره نور صد مشعله جان گریش از گرابی گفتم از مادر این ترک و روم پرسم باز. نور صد مشعله جان گریش از گرابی گفتم از مادر این ترک روم پرسم باز. واجه شاعران لکتگن شاعران دیگه ما سوادی نه شاعران پشما بله آیا ما ترجمه کننده جای تونگی که چه ماه ندای مه بچه چونشی به دنیای آرته هوش چه سرا مامونی رو دگران به در رفت چه سلیکه امیر ارسلان آفرین و وشه گوشت شاباشی کد. لیکن تو زانه جنین گندی حسد کانا کینا کن. لیکن چم فرخ لکای وقتی به جنین ماهرو آفتاب صورت دختر یا کپت ناظرینی که چه در رانایی و دلبری و خوشگلی و تنازی آئی مانند نیست کدی برز چو سر و آزاد بدن پربه و اسپیت چو نکره خام چمی که چشمش گه نگه گفتی که بسته است در هر سر مژه صد جعبه نشتر. گومتی گوا ای دلگا پر ای هوروش انگار زن امیر ارسلان هستیم. من با خاطر امیر ارسلان چه شهر و دیار و تارا دور بیتم و ای تمام بلاهان و دیتم ای تمام مصیبتان و طاقت اور تحملوں کو در این مدت امیر ارسلان حتما گو ای ناظرین شب روچا مشغول عیش و کامرانی بیتا. ای کاش در بند پولازره وای مات من بمرتینو مرتک بیتا که تون وطی رکیبون گو ای حسن و خوشگلی من مدیدتین جایی که چوشم ماهرو ببان امیر ارسلان کدی نظر به من کنتین. سک افسرده خاطر و غمگین چه رشک و حسد ده که چندان با منیری محلی نشت حسدی کو کمو که گو منظر بانو تعارفی کت لورتی با امارتا بروت مامونیر عرض کو ملکه رکت حمام حاضر است. ملکه به حمام برد کنیزان و آئی امر کو تا سر و
تن آی مشک و عنبر گونه شستشو کد گیسوان عنبر آساین گواترا عنبرینا تاب دات و وجه جان ششت تمیز کد چو کرس ماهتابان چما و دنات لباسی حریره زر تازه پوشد در برابر آدم بدن نما پرنگی گوشی نشت پانچه جواهر در برابر حاضر کتند و تار چو کرس ماه آفتاب تابان آراستی و آرایشی کو گر که دریا در و گوهر بید یک شعبه یک سریگ حریرین به سراوتی کتی تعلیم مرسوش به دستی که بالای تخت زر و طلا ماننده کرس کمر آرام گفت مامونیر و منظربانو مخدمتا به صندلیا چیرتر وش وجه نشتن کنیزا ماروین بزم آرایش داد سازان گوناگونه به نوازش درار ساکیان جنک مهوشین پریزاده در میدهگاه مشهور بیتن لیکن ملکه هرچه شراب نوشد شگفته نبید و هر نگاهی که به مامونی را کتی گم بای گماچ گشتر بید هرچه مامونی را گواهی مهربانی کت شکینه ورزد ترندی گو مامونی را حمله کو پارک لکایا کمتر توجه کت مامونی را مندل آگوش هر چند ای جنک دوتک چه خوبی و حسنه بے نظیریں ولیکن حیف چه جوانی تون طبیعتی خلقی و حالت امیر ارسلانه که بعد شب و روز اوقات صرف ای بد خلقی ای جنی کتا که سک باز بد احوال ترش روی بد خلقی هستی چه اصور داهنی که اتکا یک خنده چش دپا در نیت که کنده که حیف چه ای حسن که آقدر بد خلقی هستی ملکه هم به خیال ای که مامونیر جنین امیر ارسلان هستین چون زلپ و وتی باوت پیتکگا و خبری نکتا مامونیر باز تحویل نگفت مامونیر باز تحویل نگفت وجه تحویل وشی نگفت و مامونیر هم بیچارگا وشی حیب چشیان که ای اندازه خوشگل بی و اخلاقی مبی یعنی اپاروک لکا فکر کن مامونیر زانو امیر ارسلان جنه یار انتی مدت وشما بند توکار بیتگو امیر ارسلان گوشی عیش کتا شی جنین بیتگو همشه وقتی گوازه انتا وشی اینچو وقت اینچو زندان آزاد که یک کندگ ماش دپان ندی وشی های پنچی حسن و شی چیا ای بد خلقی بیتن چو مثلا تون طبیعتی که چهار طرفا وشی وجه وزیر و امیران ملک شاپور آچه لازم تجمیل استقبال بیتگاه حاضر کت مرکب باد رفتار وجه برتن زین لگام کتن و حاضر کتن لال حاضر کتن امیر ارسلان نامدار گو ملک اقبال شاه ملک شارخ شاه ملک شاپور آصف وزیر و شمس وزیر و امیران سوار بیتن و صدای کوس و کرنا شادی و گوش پلک گوش آسمانا کر کت چتر مرسین شاهی بسر امیر ارسلان پچکنک بیت چه دو طرفا پادشاهان خوشحال و شادان سوار و مرکبان باد رفتارین چه پشت سر وزیران و امیران سوار آراسته من روغت امیر ارسلان نامدار گاهی گو ملک اقبال شاه بود و گاهی گو پا شارخ شاه به خبر کنگه اهل شهر چه وضع شریف قوی و ضعیف پیر و جوان جاهل و دانا غنی و فقیر جنین و مردین کسان و مزن گروه دسته دسته به استقبال مات کن امیر ارسلان که چون حلال مشکلات یک شعبه و انگشتی به یک دگرا خبر کنگه و به جانا آیگا دعا مکنگا تا هر کس همه پیما رفتن تا وارد شهر پازر بیتن چه کوچه و بازاران که رد بیتن امیر ارسلان شهر مزنه آبادین دید پر جمعیتین دیدی تا به دهنه بارگاه رسید پیاده بیتن داخل بارگاه بیتن امیر ارسلان بارگاه آراسته سنبهتگین دید
ملک شاپور پیشا دیما ات با پاد امیر ارسلان کپت. هر دو پادی وش چوکتا. امیر ارسلان دست ملک شاپور گپ کدیم به پلن تخت ایرکو برزا رفت. امیر ارسلان ملک شاپور به تخت سلطنت نندین. بسم الله گوشت به دست ود تاج بسری ایرکو و زم هم به کمریوش بست. مبارک باشد گوشت چه تخت به چیرات و به سه تخت دیگه تلاهی دیگه آورته در صدر بارگاه ایرکوتا. امیر ارسلان و اقبال شاه و شاهرخ شاه و وزیران امیران تمام جا به جای وقت آرام گرفتن. امیر ارسلان پدوش عام بار عام یعنی اعلان کد و سلامی منعقد کد و فرمایندی که نام ملک شاپور سکه جد به نام آیی خطبه واند. نکارخانه به شادی به نواسه درات شربت و شیرنی داد و ساکیان شوخ و شتابین و شنگ و شراب و لال و رنگ به گردش درآورد. مطربانان سازجنوکان پریزاده صدای دف و چنگ و آواز با آواز درآورد و آواز واند و به گوش اوشی پلک رسید و تمام اهل بارگاه مبارک باشد گوشت. و امیر ارسلان وزیر و ملک شاپور امیر ارسلان و وزیر ملک شاپور لوٹت و گوشتی همه طور که شهر سنبیته آزین هستن سنبیته و زینت کتر بوشه در شهر جار بجنه آواز بده چه مرچی ده هفت شب روز تمام اهل شهر در عیش و عشرت ببن که سیر ملک شاپور هستن آچه با عشرت لازم هستن باید فراهم بکنه. وزیر هر دوین دست به چما ایرکو چه بارگاه به دنات رفت در تدارک سیره مشغول بید. منادی شهر ندای جت آواز داشت شهر تمام چه فکر شادی عروسی کنگه سیر کنگه وجه اعلان کد. ندای جت تمام شهر و کوچه آواز داد و امیر ارسلان و اقبال شاه شاهرخ شاه عصای تلاهم به دستا گب و خدمت کنگا. امیر ارسلان به شمس وزیر گوشت در حرم برو به ملک آپاکا بگوشت مامونی را زینت بده و آن هم در عیش ببنده. شمس وزیر به اندرون حرمخانه رفت چه خواجه سرایان جست کو ملک آپاک کجاییم عرض کو مامارت هستن. شمس وزیر قدم پلن یر کتو رفت پرده ایشی چطور داخل تالار بید در برابر ملکه تعظیم کد. ملکه چه جاگه پا در دست شمس وزیر گفتی مکره وتی جای دا ورچی مای به گردش درار تو شمس وزیر آثار کدورت و گرفتگی چه صورت بشره پارکلکا دید که سک مقدر و غمگین هستند. هرچه شراب مورگین شکفته نبی و در فکرین عرضی کد جست کو وجه جست کو قربان بمان در چوشین روچه که بعد چه 3 سال چه بند پولازره دیو خلاص بیتگه و یار وفادار تایی که دیده یه تمام دلتنگی تی چیه گیم پرچه ای اندازه در فکر و پریشانه مرچی به حمدلله روچ کنده و شادی هستیم یه تمام مردم به تو شادی کننگه و تو چه باره چی واسه دلگیر دلتنگه. ملکه آی کشت و گوشتی وزیر تا سالها منی پته گورا با صداقت و خدمت کتا حالا که تو جست کتا گوشون کاش که کمر وزیر منا بکشتی یا در بند مات پولازره دیو مرتبی تگتون بهتره چین روچی ما مدیدتیں که رکیبا گونوتیگه روبرو ببون. شمس وزیر کندت و گوشتی ملکه رکیب شما کهیم ملکه گوشت وزیر خنده تی
منا کشی هم گوشه یار وفادار دید اگر یار منی بیتن وفای بیتن گرچه ما کسی دیگری نلوڑتگا من با خاطر آئی با یه بلاهان گرفتار بیتم و آئی بجای من شب روز گویی نازنین در عیش بیتا به خاطر نبیتی که من دنیا بیتم. شمس وزیر چه خبران ملکه ایگا کاکا کنده تو گوشتی ملکه کجام نازنین چی گوشگه تو آیه به من نشان بده کہیں ملکه محمونیر به شمس وزیر نشان داد گوشتی مگر ایو هو شمائل جنین امیر ارسلان نه. شمس وزیر دست به دل آیر کو چندان کندیدی که نزدیک بود که بمیری. برسی ملکه شما چه صبح تا به حال چه برای ای عیش و تیسرات و حرام کتا. ملکه گوشت معلوم است چون رکیبی که کسی ببیتن بگندی. شمس وزیر عرض کو قربان بمان بلورتن چشم یہ سوال زیتر چمان بکتن تا جواب ترمان بگشتن چه ای شک و تردید در نابیاد کنه بزانه که این نازنین دکتر ملک جان شاه و چه طایفه جان هستن عاشق ملک شاپور بیته همه که امیر ارسلان ما پشت زم زمرد نگار به مملکت جان بن جان رفته ای جنکه و امیر ارسلان دست براتگواری داته با آکه امیر ارسلان آیا با ملک شاپور بدانته در حق امیر ارسلان یاریانی کتا که پتو براتی وطی با کشگه داتا. امیر ارسلان هم آیا با ملک شاپور واسه آرده مات پولازره با دستیاری همه جنکه کشگ بیده حالا که به حمدلله ترا چه بند نجاتی داده. امیر ارسلان بلورتن اول ای جنک و ملک شاپور سیر بکن و ترا ببارت ما مملکت بنی آدم بر رضایتی پت ترا بر روما ببارتو بوات سیر بکن. هنی هم منا دیم داته که به شما بوشم که ماه منیر زینت بده در عیش ببه. امیر ارسلان مرد مردانه و شیر فرزانه هستن که تا مرچی جوان چوشی آیی پیمن جوان مرد صاحب غیرت در به عرصه وجود نیت که کسی که در راه تو دست چه سلطنت تاج تخت چس بکن مدت 3 سال تمام تک و تنها در کوهان و بیابانان قدم بجن کله با کله اپریتان جادوگران بجنته با ای که هر کسی آیه دید سک اصراری کد به دست چه جادوگران چس بکن تا ای که هر کسی آیه دید تو سک اصراری کد که چه دکتر فراموش کن دست چس بکن و تر با کشگا مده به خبر هیچ کسی گوش نداد دستی چطور چس نکو حالا ترا حق هستی که با یه تهمت بجنه و دلگیر و دلخور ببه. اگر بزانه امیر ارسلان در این مدت که تو گرفتار بیتگه چه سختیانی دیده گنچه کسانی جنگی کده حقیقتاً هر ساعت 1000 رنده تا ترایی قربان کنه به جهت ادا نشته عیش مرچی عیش و خوشی بود زهر مار کتا حرام کتا مرچی روچی هستن که بعد 3 سال رنج و مشکت راحت ببه بوش بکنده و بله که این حالت تی جا بیایتن چاق ببه سردماغ ببه همه که ملکه خبر شمس وزیر عشقتا چو گل پیما و شگفته بیت احوالی بجات ورسی وزیر ترا با خدا اشان تو راست باشه یا لوٹه منا چایی گسه دنا بیاره.
شمس وزیر گوشت دشمنی به نمکتی پته کتگو هرچی ارزون کته تمام راستم گوشتن طرف. ملکه به قدر خوشحال بید که انگار تمام دنیای بایی داد. گومتی گوشت ای دل گاپل، از صبح تا به حال بی جهت ای جنکا چه ما وطا را رنجینته و بایی کم محلیون کته مبادا پیش امیر ارسلان برو من شکایت بکن. چه جاگه پاد جام شراب پری کد به کمال شرمساری پیش رفت به صورت ماه چوکت و جامی بایی داد و گوشت خواهر جان عزیز و من چه صبح تا به حال سک خیال دیگری در حق تو کته. البته باید چه تقصیر منی بگذه چون که شرمسار و خجالتم منا بسه و مامونی را دست ملکه گپ چوکت و گوشتی من کنیز تو و امیر ارسلان هستم به هر چه رای شما ببی من قبول کنم رفتار کنم. ملکه اوشی پیشانه صورت مامونی را چوکت دستی آئی گپ تخت سری نندند با منظر بانوی گوشت امیر ارسلان گوشته چه مرچی ده 7 شب و روز سیر ملک شاپوره باید در عیش ببه مامونی را به تخت بنندینه و تدارک سیرا مشغول ببین. منظر بانو گوشت هرچه بوشه به جان ما اطاعت کنم. من و مامونیر هر دوین تایی کنیز شماییم. ملکه چه تختا اوش به چهره آت دست مامونیر گفتی پیشانی چوکت به تخته نندین وطی گو منظر بانو به عیش تدارک سیرگ مشغول بیتم. دختران ما روین و پریزاده به مای دایگا مشغول بیتن درد کن و ساز جنوکان ساز رنگا رنگین به صدا درد در وقتی که آفتاب به نزدیک چاسار مغرب کشد شای زنگ بایی اوشی آبنوس قرار گرفت شپت که وجه شبا هنگام چون بنهب رخ این لاله همرا شگفت از چشم آن جمع 100,000 نرگس و شهلا. شم و چراغ چه هر طرفا در تالارا پرچت ردی بکتن امارت مانند روچ روشن کتن به یک دم جهان بیت هنچو چراغ بر چراغ که در سینهش بیت تنگ جا به هر داغ. بسا حسرت آن شب که پروانه بود که باید به 100 شمع یک جان سپرد. بزم واجه سنبینت امیر ارسلان تا 1 ساعت نیمه شپاچ گوست در بارگاه گم پادشاهان به عیش و عشرتی گوازند. بعد چایی هر یک که به خوابگاه منزل وطیگا رفت. امیر ارسلان شادمان و شادان به حرم رفت. خواجه سرایان به ملکه آپاک خبر داد. ملکه چه جاگه وطیگا پاده چو طاووسی مست به استقبال رفت. امیر ارسلان اوشی بغل پچ کتو ملکه چو جان شیرین در بر کشتو چند وجم ببخشید کتاب همه وڑا لگتا چند بوسه اوشی آبدار چای لبا رو بود گفتی و وجه چند بوسه از لال لبش رو بود اوشی وجب گفتی و چه گم با هم وارد تالار بیتن. مامونی رهن چو آفتاب تابان چه تخت به چهره در برابر تعظیم کد. امیر ارسلان مبارک باشد گوشت و ساعت پیش مامونیر و منظر بانو نشت. بعد چای دست ملکه گفت و به منزلی که ملک شاپورا به امیر ارسلان واسطه معین کتا بیتگه رفت. کنیزان بزم آرایش داد سنبه امیر ارسلان ملکه ماغوشا گفت و بغلی کت. ملکان چه ایام دوری شکایت کت و
شکایتی کت امیر ارسلان سرگذشت وتی و رنجانی که کشته بیتکتن با یا گوشت تا سپره پچ کو هر دو اینا با هم دیگه سر سپره نشتن شام وارد و شکر خدای بجا آورد و ملکه و امیر ارسلانی گوشت وجن کسه همدا داره 45 اوه 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 کسه هلاس وجان 4 روبین 4 10 4 روبین 4 10 وجه کسه همدا دارین و تمام کنین سلامت بی الله میره الله حافظ شب وش روز شما درو با مثلا نچارتا 45 35 نظام وجه سلامت باتی وجه سپا 571 571 من شروع کتا وجه 536 آچی 36 37 من شروع کتا وجه کسه علامت من جتا کسه خلاص دیگه رفت بانده شب انشالله کلین چونده بانده شب این چوب مانگا بانو شپی اندازه بانده خلاصی سلامت باتی الله میره الله میره شب وش درو با بره پا آرام سرات نمازه وانه وابسی و 35 وجه 36 سلامت باتی الله میره وجه عبدالرشید نام اون رام تنه و سلامت الله میره الله حافظ